سلام، خوش اومدید به بخش جذاب دورمون، یعنی پروژه اصلیمون. خب پروژه که من برای این بخش در نظر گرفتم یه پروژه اپ کتاب صوتیه، مثل حالا اپ‌هایی که داریم مثل فیدیبو یا تاخچه، که البته کتاب متنی رو نداریم، فقط کتاب صوتیه. یعنی یه کتابیه که یه سری چپتر داره، شما میتونید حالا اون کتاب بخرید یا حالا کتاب‌های رایگان هست میتونید بخرید، ثبت نام کنید بخرید و حالا اون چپترها رو، فصل‌ها رو به ترتیب گوش بدید. من این پروژه رو برای این قسمت در نظر گرفتم. امکاناتی هم که حالا من یه دونه یو آی یا رابط کاربری براش پیدا کردم داخل فیگما که اینم براتون شیرش میکنم. امکاناتی هم که تو این قسمت قرار پیاده کنیم لایت مود و دارک موده، یعنی هم تم سفیدش و هم تم دارکش رو قرار پیاده کنیم. من توی این بخش از ریاکت نویگیشن استفاده میکنم و نیتیو ویند برای طراحی اون رابط کاربریمون. و اینکه حالا امکاناتی هم که الان اینجا توی یو آی میبینم بهتون میگم. فرمامون رو میخوایم احراز کنیم، بعد ورود با حالا گوگل، ورود با ایمیل، ورود با SMS و اینکه یه سری اطلاعات رو بگیریم، با ایسینک استوریج کار کنیم، یعنی داخل گوشی کاربر ذخیره‌اش کنیم، احراز هویت کاربر رو داشته باشیم. من خودم یه دونه سرور نود.js نوشتم، میخوایم از اون رست API اون استفاده کنیم و دیتامون رو جابجا کنیم، حالا با دیتامون کار بکنیم. خب این هم از این. صفحه هوممون هم که میشه به این شکل، با تب نویگیتور میخوایم کار کنیم، با ریاکت نویگیشن. من چرا ریاکت نویگیشن انتخاب کردم؟ چون ریاکت نویگیشن هم حالا نیازه که شما اگر خواستید یه موقع مثلا با اکسپلوراتور کار نکنید، اصلا با اکسپو کار نکنید، یا مثلا با خود CLI ریاکت نتیو CLI کار کنید، خب این که ریاکت نویگیشن هم بشناسید و بدونید چیه بد نیست. حالا همه قرار نیست پروژهشون رو با اکسپو یا حالا اگر هم اکسپو ساختید حتما با اکسپلوراتور بسازن. ابزارهایی که هرچی ابزارها رو بیشتر شما بدونید راحت تر میشه کار براتون. و اینکه با مدیامون کار کنیم، حالا مدیام همون فایل های صوتی بود دیگه. قابلیت ها اگر بتونم یه درگاه پرداختم بگیرم، اینم اضافه میکنیم به پروژه که درگاه پرداختم داشته باشیم روی پروژهمون. و در آخرم که یه بیلی ازش بگیریم. زبان فارسی رو، من این پروژه رو مثل همین یو آی یعنی انگلیسی کار میکنم، ولی آخر پروژه فارسی رو هم اضافه میکنیم بهش. و خروجی iOS مون هم ببینیم تو این بخش. چیزایی که داریم دیگه، من تقریبا هر چیزی که هست رو اینجا گفتم دیگه. حالا بله، هر چیزی که هست رو اینجا توی یو آی یعنی امکانات رو من گفتم. با ریداکس میخوایم کار کنیم، یعنی همون استیت منیجرمون. و حالا چیزایی که هست دیگه، من دقیقا حالا خاطرم نیست که چه چیزایی رو ما چه امکاناتی رو قراره واسه این اپمون پیاده کنیم. بریم داخل پروژه کاملا مشخص میشه که چیه. خب این امکاناتیه که برای پروژهمون قراره پیاده سازی کنیم. من یه دونه پروژه ساختم جدید به صورت استارتر برای شما گذاشتم، یعنی شما میتونید اینو دانلودش بکنید. اسمش آودیوورس استارتره. شما میتونید برید اینجا، این بخش دانلود زیپ رو بزنید، یه دونه فولدر بهتون میده. این فولدر رو داخل وی اس کدتون باز کنید. زمانی که باز کردید فقط کافیه که داخل اون روت پروژهتون npm i رو بزنید، یعنی npm install رو بزنید تا پوش نود ماژولتون رو براتون بسازه و براتون پکیجایی که اینجا من دارم رو نصب بکنه. چیز خاصی هم نیست. این پروژه الان یه پروژه خامیه که ورودیش رو اینجا دارید میبینید. خیلی کار خاصی من نکردم، فقط ریاکت نویگیشن اینا رو نصب کردم که اونم الان بهتون توضیحش میدم. خب من اینجا یه سری فولدر ساختم. فولدرها خالی هم، فقط فولدری که الان پره. نه، فولدر اصلا پرم نداریم ما الان، همه فولدرها اینجا خالی هم. من فقط یه فایل app.js دارم و یک index.js
و خب از قبل که نیتیو رو کانفیگ کرده بودیم، یه بار شما باش آشنا بودید. ریاکت نویگیشن هم نصبش کاری نداره، الان اینجا بهتون نشون میدم. اگه تو بخش گت استارت همون داکیومنتتون بیاید، گفته که چه چیزهایی رو نیازه که شما نصب بکنید. گفته اگر مثلا اکسپو داری میتونی از این تمپلیت استفاده کنی که بعید میدونم این همچین تمپلیتی باشه الان. حالا میتونید تو تایمی که خودتون دارید پروژه میسازید امتحان کنید، ولی مشکلی نداره. شما یه پروژه اکسپو با همون دستور npx تمپلیت بلانک بسازید و بعد میتونید ریاکت نویگیشن رو بهش اضافه کنید. حالا اصراری هم نیست از این مسیر. پروژه اکسپوتون رو که ساختید، اینجا npm install react navigation native این دستور رو نصب میکنید و بعد از اون با استفاده از npx expo react native screen و safe area context رو هم که باش قبلا آشنا شدید این رو هم نصب کنید. بعد از اون دیگه کار خاصی ندارید روی ریاکت نویگیشن، دیگه کار خاصی ندارید. برای استفاده از ریاکت نویگیشن هم کل بخش اپ اصلیتون رو میذارید داخل یه دونه یعنی یه دونه کامپوننت به نام نویگیشن کانتینر. خب ما برای پیاده سازی این اپی که اینجا داشتیم، بذارید من از assets هم اینجا برای اپی که اینجا داریم من احتیاج دارم که چند تا نویگیشن رو با هم پیاده سازی کنم. من اول میخوام این صفحه رو داشته باشم بدون این نقطه، یعنی یه صفحه ولکام داشته باشم که اکثر اپا دارن. بعد داخل اون یه دکمه دارم که میگه حالا بزن روش برو به صفحه لاگین، که میریم تو صفحه لاگینم. خب اینجا لاگین، حالا یا ساین اپ یا لاگین میکنیم، میریم به صفحه هوممون. من میخوام زمانی که دیگه رفتم تو صفحه هوم، ساین اپ کردم رفتم تو صفحه هوم، اطلاعات کاربر رو، اون اطلاعات ورودش رو بگیرم و داخل گوشی کاربر ذخیره کنم. هر دفعه که میام بالا، یعنی میام داخل اپم، کاربر میاد داخل اپش، اینجا چک کنم ببینم اگر اون اطلاعات موجود بود و به درد بخور بود، یعنی درست بود، اون توکن من منقضی نشده بود، دیگه این صفحه رو نبینم دیگه، مستقیم برم توی هومم. اگر نبود بعد برم دوباره تو اون ولکام اسکرینم و بعد برم دوباره داخل صفحه لاگینم. خب این میشه از این. و اینکه من اینجا یه دونه تب نویگیشن دارم که میخوام اینم پیاده کنم. پس من از چند تا نستد نویگیتور یا نویگیشن های تو در تو میخوام استفاده کنم توی این اپم که حالا با هم میریم مینویسیمش کم کم دیگه. خب اینم از این. پس این ساختار فولدر و پروژه من به این شکله. خب من میام توی بخش ما توی بخش نویگیشن تمام اون نویگیشن هامون رو قراره پیاده کنیم، ولی قبل از اینکه من نویگیشن رو بنویسم نیازه که چند تا کار انجام بدم. یکی این که من میخوام داخل فایل پیداش بکنم tailwind.config.js هم اینجا رنگایی که برای این پروژه میخوام، یعنی این UI کاربریم رو به عنوان تم اضافه کنم تا بتونم از اون رنگا استفاده کنم. علاوه بر اون فونتام هم اینجا احتیاج دارم که باید با استفاده از همون هوک یوز فونتس اول بیام لودش بکنم، اگر توی لودش مشکلی نبود بعد بیام اینجا داخل tailwind.config.js بیام اینجا هم ستاپش کنم که بتونیم به عنوان تم ازش داخل طراحیمون استفاده بکنیم. خب من اول بیام فایلمو اینجا اضافه کنم. من یه دونه فولدر میسازم اینجا به نام فونت. خب حالا من یه سری آیکون برای اسپلش و آیکون iOS و اندروید هم آماده کردم که اینا رو میریزم داخل همین فولدر اسیتس و داخل اون فایلی هم که گذاشتم من یادم رفته بریزم، داخل اونم قرارش میدم که شما موقعی که دانلودش کردید این فایل رو هم فونت ها هم داشته باشید، فونت خارجی و فونت فارسی که آخر دوره میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم از فونت فارسی استفاده بکنیم. خب من برم این فونت ها رو بیارم اینجا بریزم بعد ادامه بدیم. خب من اومدم داخل اسیتس فونت هامو اضافه کردم اینجا و 3 تا عکس هم اینا رو هم آوردم اینجا داخل اسیتس هم گذاشتم. یه دونه آیکون حالا جیمیل
بعد یه دونه آیکون، این که هیچی مال خودشه. این یو آی هم آوردم اینجا که راحت‌تر بتونم ببینمش. یه دونه چیز آیکون دارم برای اسپلش اسکرینم و یه دونه عکس دارم برای اون صفحه ویلکامم. همین دیگه، چیز خاصی من ندارم. و این که یه دونه فولدر ساختم اینجا به نام تم، یه فایل داخلی ساختم value.txt. من این فونت ها رو و این رنگ ها رو براتون اینجا به صورت txt فایل تکست گذاشتم که میتونید از اینا استفاده کنید. خب من الان میرم تو فایل tailwind config.js هم، اینجا میگم colors دو نقطه. خب اون آبجکت که اینجا براتون گذاشتم رو کپی کنید داخل فایل tailwindتون به این شکل. اینو دیگه نیاز ندارم و اینجا هم همین رو کلن با فونت فامیلی کپی کنید اینجا. تمام. خب حالا من از یوز فونت استفاده میکنم تا فونتامو، از هوک یوز فونت استفاده میکنم تا فونتام موقعی که اپلیکیشن داره میاد بالا بگیرم و یعنی لودشون کنم. خب اسمی که داخل یوز فونت میذارم باید با این فونت هایی که من اینجا داخل تایلویندم اضافه میکنم یکی باشه که بدونم چی رو دارم لود میکنم. و بعد از این اسمایی که اینجا گذاشتم به عنوان کلاس میتونم توی پروژم استفاده کنم. خب یه کار دیگه که میمونه من اینجا بکنم، من 2 تا صفحه ساختم به نام کامپوننت، یعنی فولدر ساختم به نام کامپوننتس و اسکرینز. خب طبیعتا من داخل اینا حتما فایلایی دارم که میخوام اونا رو استایلشون بکنم دیگه. یعنی حالا کامپوننت هم که طبیعتا مثلا یه دکمه‌ای بسازم که چند بار ازش استفاده کنم و صفحاتم هم به همین شکل شاید ازشون استفاده کنم. برای همین شما بیاد اینجا جایی که گفته کانتنت، این رو کلا کنترل سی میکنید و یه دونه ویرگول و کنترل وی میکنید. حالا اینو تبدیل کنید به کامپوننتس، یعنی تمام فایل هایی که با این فرمت ها داخل فولدر کامپوننت هم هست. و بعد از اینم یکی دیگه پیست کنید، یعنی 3 تا اینو میکنم اسکرین، یعنی تمام فایل هایی که با فرمت JS و TS داخل فولدر اسکرین هم هست که این استایل ها رو اونجا هم بهش دسترسی داشته باشن. بعضی موقع شاید اعمال نشه. پس اگر دیدید یه موقع فایلی ساختید، حالا توی فولدر دیگه با یه نام دیگه ساختید که از استایل های تایلویند داخلش استفاده کردید، یعنی همون کلاس نیم استفاده کردید، بیاید و فولدرش اینجا اضافه کنید که بعضی موقع با لود اون کلاس ها مشکل داره و درست لود نمیشن، مخصوصا این رنگ ها یا فونت هایی که اینجا خودتون اضافه میکنید. خب اینم از این. ببینم چقدر شد تایممون. خب 13 دقیقه. بریم باقیش رو، یعنی نویگیشنمون رو تو جلسه بعد پیاده میکنیم.